بسم الله الرحمن الرحیم. چگونه در سایت USGS DM دانلود کنیم؟ برای دانلود نمودن DM یا مدل ارتفاعی از سایت USGS وارد گوگل کروم میشیم. USGS Earth Explorer تایپ میکنیم و همچون یک سایت میاد. روی از سایت کلیک میکنیم. وقتی کلیک کردیم ما اگر خواستیم اینجا لوگین میشیم. اگر یوزر و اکاونت داشتیم و از چندین طریق میتونیم محدوده ای که ما میخوایم دانلود کنیم پیدا کنیم. از طریق فایل یا ایمیل و از طریق آدرس، از طریق پدرو و از اینجا ورد فیچر روی ازی کلیک میکنیم. افغانستان روی ازی کلیک میکنیم و روی شو کلیک میکنیم. اینجا افغانستان رو پیدا کرد. روی ازی دوباره کلیک میکنیم. اتومات میره دمو ساحه افغانستان که خیلی ساحه بزرگ گرفته و ما میتونیم از قسمت بزرگ نمایی کنیم. ارتفاعات کوههای افغانستان است. فرض مثال ما میخوایم DM این قسمت رو دانلود کنیم. قسمت مشخص شد. ما روی دیتا سیت میریم. از قسمت دیتا سیت دیجیتال الیویشن مدل از SRTM از این قسمت اینی را انتخاب میکنیم. استریم وان ارک سکند گلوبال روی ازی کلیک میکنیم و روی ریزلت DM از این قسمت برای ما آمد. این DMش است و روی ازی روی گزینه دانلود کلیک میکنیم. میم از اینجا GeoTIFF روی ازی کلیک میکنیم. روی دانلودش هم رقم اتومات روی دانلود میره. این قسمت اینه دانلود میشه. 24 MB است. تشکر.